با صدای خلیل الرحمن صحت و محمد امین آلشزر. این حدیث از مصطفی در مقام مادر است. ای پسر جنت نهان در زیر گام مادر است. گرچه در عالم پدر دارد مقامی ارجمند، لیکن افزون از پدر قدر و مقام مادر است. لیکن افزون از پدر قدر و مقام مادر است. گر که می خواهی سعادت از کلامش سر مپیچ، رستگاری در اطاعت از کلام مادر است. تا توانی از پی تکریم او کن جد و جهد. احترام هر کسی از احترام مادر است. احترام هر کسی از احترام مادر است. این حدیث از مصطفی در مقام مادر است. ای پسر جنت نهان در زیر گام مادر است. گرچه در عالم پدر دارد مقامی ارجمند، لیکن افزون از پدر قدر و مقام مادر است. لیکن افزون از پدر قدر و مقام مادر است. مادر دانا کند فرزند دانا تربیت، هر که بر هر جا رسد از اهتمام مادر است. افکند کی در خطر بهر کسی جان را کسی، این گذشت و این فداکاری مرام مادر است. این گذشت و این فداکاری مرام مادر است. این حدیث از مصطفی در مقام مادر است. ای پسر جنت نهان در زیر گام مادر است. گرچه در عالم پدر دارد مقامی ارجمند، لیکن افزون از پدر قدر و مقام مادر است. لیکن افزون از پدر قدر و مقام مادر است. او نهال آرزو را باغبانی می کند، هستی ما حاصل رنج مدام مادر است. هستی ما حاصل رنج مدام مادر است. این حدیث از مصطفی در مقام مادر است. ای پسر جنت نهان در زیر گام مادر است. گرچه در عالم پدر دارد مقامی ارجمند، لیکن افزون از پدر قدر و مقام مادر است.
لیکن افزون از پدر قدر و مقام مادر است. لیکن افزون از پدر قدر